خب سلام، عزیز جلی هستم و از این بخش همراهیتون میکنم. رسیدیم به بخش شبکه‌های عصبی. خب شبکه‌های عصبی سه تا بخش مهم داره: لایه ورودی یا اینپوت لایر، لایه پنهان هیدن لایر و لایه‌های خروجی اوت لایر. خب حالا هر کدوم از این بخش‌ها کار متفاوتی انجام میدن. خب برای مثال فکر کنین ما یک شبکه عصبی درست کردیم که کارش اینه که بیاد یک عکس گربه رو تشخیص بده که مثلا این عکس آیا گربه است یا گربه نیستش. خب حالا ما توی اینپوت لایر داده که میخوایم تحلیل بشه رو میفرستیم، مثلا یه عکس میفرستیم نمیدونیم چه حیوانیه. حالا توی بخش هیدن لایر که ما در گذشته مثلا بهش مقدار خیلی زیادی عکس دادیم و اون رو تحلیل کرده، میاد در لایه اول چیزای خیلی ساده مثلا رنگ یا مثلا لبه ها رو بررسی میکنه. در لایه های عمیق‌تر مثلا نوع سیبیلش یا مثلا رنگ چشاش و اینا رو بررسی میکنه و همینطوری عمیق‌تر میشه و در نهایت تصمیم میگیره که آیا گربه است یا گربه نیست. و در لایه اوتپوت لایر داده به ما جوابش داده میشه که آیا این یه گربه بود یا مثلا یه حیوان دیگه. خب چند نمونه از کاربرد شبکه عصبی هم بگیم که میشه تشخیص دستخط، تشخیص چهره، تشخیص ایمیل اسپم یا عادی، روباتیک بینایی ماشین و سامانه‌های خبره. حالا برای مثال مثلا تشخیص چهره رو براتون مثال میزنم. فکر کنید از یه فردی به اسم آقای ایکس ما میایم 100 تا عکس از صورتش در زاویه‌های مختلف میگیریم، اینو میدیم به شبکه عصبیمون و اونو بررسی میکنه و از این بعد هر عکسی بدیم مثلا میگه این آقای ایکس هست یا نیستش به این صورت. خب موضوع بعدی اینه که هوش مصنوعی چگونه یاد بگیرن. هوش مصنوعی اول باید بشه داده‌های زیادی رو بدیم که اونا رو بررسی کنه، که حالا مثلا ما همون یه عالم عکس گربه بهش وارد میکنیم. در لایه بعدی باید بفهمیم که ما ازش چی میخوایم، مثلا میخوایم در نهایت چه نتیجه بگیریم، که حالا مثلا ما میخوایم بفهمیم که گربه است یا گربه نیستش. خب در لایه های بعدی باید تحلیل کنه، ببینه که مثلا بین همه این عکس‌های گربه چه نقاط مشترکی وجود داره. و در لایه آخر که ما مثلا میخوایم بهش داده وارد کنیم و مطمئن بشیم درست یا درست نیستش، عکس رو واردش میکنیم و اون رو بررسی میکنه و جوابمون میده. خب موضوع بعدی منطق فازی هستش. منطق فازی اولین بار توسط پروفسور لطفی زاده معرفی شد که این مفهومی بین 0 و 1 یا همون درست و غلط هستش. توی زندگی عادی ما همیشه جوابمون با آره یا نه نیستش، خیلی چیزا بینشه. مثلا از ما میپرسن که هوا گرمه، میگیم خیلی گرم نیستش، نسبتاً گرمه. این یه جواب بین درست و غلط هستش که در هوش مصنوعی خیلی کاربرد داره.